سال نوتون مبارک. امیدوارم امسالو بتر کنید. الان نوروزه و میدونیم که سفرهای نوروزی حسابی ترنده. پس امروز من متلی و پیکامی قراره بریم مسافرت شمال اوشون فشن، ولی با بودجه های مختلف. پیکامی با $10، من با $50 و متلی آشغال با $100 قراره این مسافرت رو تجربه بکنه تا اینکه ببینیم شمال با این بودجه ها باز هم جذاب هست. یکی از استراتژیایی که من برای خودم چیده بودم، باید محل سکونتم ارزون میافتاد و یه انتخاب خیلی خوب داشتم، خانه کاغذی. این ویلا برای داداشمه و اونو شبی 1 میلیون اجاره میده. اگر خواستی اجارهش بکنی لینکش توی دیسکریپشن هست بچه‌ها، حتما برید. داداشمه، بگید از سمت من اومدید، یه دونه ماچتون میکنه. دسترسیش به رشت و انزلی به یه اندازه است و من میتونم از جفتشون لذت ببرم. اینجا جایی که دارید میبینید شماله. ما باید بریم مسافرت توی شمال، ولی نه همه جای شمال. من پلنم اینه که برای مسافرتم برم اینجا. اول از همه باید بریم ببینیم که با این مقدار پول چه ویلایی میتونیم بگیریم. قراره در این محدوده بریم غذا بخوریم، بریم یه جا بخوابیم، بریم یه تفریح بکنیم، بریم اشغال بکنیم با بودجه $10. آها، این درست. این یه ویلاییه که تقریبا میشه گفت قیمت زیادی نداره، یعنی 2 میلیونه. بوده $10 به من هیچ کاری نمیذارم. برای نهار تصمیم گرفتم که برم رستوران شورکولی و یه پرس گمج کباب با چکیده خیار سفارش بدم و منتظر بودم حاضر بشه و قیمتش شد. ببینید با توجه به خریدهایی که قرار برای مهمونی بکنم، 1 تومن میمونه برام که اون 1 تومن میتونه غذام باشه و از بین چیزایی که دارم میبینم یه چیزی که نزدیک به 1 تومن، یه دونه پلا کباب معجون با فیله. ببین باور کنید همین 1 دقیقه هم نشده که این اومد. در کل که شما کارو بگی. جان علی ببین با 890 تومن من چی خریدم. من با بودجه $10 که داشتم باقالی قاطوقم هم خوردم. فقط الان باید برم حساب کتابش انجام بدم ببینم چقدر شد. دست شما در. خیلی ممنون. خداحافظ شما. دست شما در. مبلغی که استفاده شد 90,000 تومان و اصلا باورم نمیشه که با 90,000 تومان تونستم این غذا رو بخوریم. حالا باید بریم ببینیم دیگه چی کار میتونیم بکنیم. آقا ما میخوایم بریم سفرمونو با یه دونه کافه خوشگل شروع کنیم. اول از همه بریم یه دور بکنیم با هم دیگه، ببینیم بولوار گیلان اینجا بالا شهر رشته. از اونجایی که من توی اینترنت گشتم و خیلی سعی کردم ببینم کجا رو میتونم پیدا کنم، متاسفانه یا سایت نداشتم یا کلا قیمت نزده بودم. برای همین من الان مجبورم که برم حضوری و پاهای خودم رو خسته کنم با بودجه کمی که به من داده شده و برم ببینم اونجا چه قیمتیه. ببخشید اتاق اینجا شب چنده؟ ساعتی چنده؟ تک نفر 400. یه اتاق تک نفره لطف می‌کنی بزنم. از اون طرف ولی میخواست یه مهمونی 10 نفره بگیره و داشت خریدهای لازمش رو انجام میداد، ولی نمیدونم چرا 2 نفر بودن. آقا من به نظر من ما به توت فرنگی نیاز داریم. اوه یا اول فصل من و تو الان چند نفریم؟ اشتباه گفت 10 نفریم. ما الان به اندازه 10 نفر میخوایم هاک برداریم. من میگم 5 تا از اینا برداریم، 4 تا از اونا برداریم. از اونجایی که من با ساعت 12:30 اینجا رو تحویل بگم، پس ما میریم یه خورده به گردش گذاری داخل رشت. من کلا از اونجایی که خیلی این نقطه رو دوست دارم برای گشتن، برای همین میخوایم بریم شما رو هم بگردونیم. آقا اینجا تربیت معلمه دوستان. خب اینجا معلم رو تربیت میکنه. من نمیدونم چقدر بی تربیتم بده. اینجا معمولا این خیابونی که توش هستیم برای شمار دادن زیاد به درد نمیخوره. اینجا زیاد نمیاد. وای علیرضا چرا اینقدر داری خرید میکنی؟ من الان بازار رو داشتم چک می‌کردم و شما هم چک کردید، با هم دیگه چک کردیم، لذت بردیم از بازار قشنگ. من با بودجه 200 تومن خیلی کارها میتونم بکنم. یه کاری که میتونم انجام بدم چیه؟ پیاده روی.
بچه یکی از نکته‌هایی که تو رشت خیلی زیاده غذاهای خیابونی زیاده حاجی، یعنی واقعا انواع غذاهای خیابونی از پاستا گرفته تا کله پاچه رو شما کنار خیابون میتونید بخورید، اصلا نیاز نیست وارد رستوران بشید. بچه اینی که داریم میبینین بچه این ساختمونه واقعا تفاوت ارتفاعش با ساختمونه بقیه رو ببینید، بهمون میگن برج. خب ما میخوایم بریم اونجا. چون گاده آجی داره هی داشت میگفت این الان 3 میلیون این الان 4 میلیون 1,968,000 تومان خوردیش؟ بسو بگی؟ آقا من قربون تک تکتون برم، امیدوارم که ایشالا عروسی تک تکتون حضور داشته باشم بیام براتون برقصم، ولی فعلا ما برای 10 نفر مهمونی داریم. ما قراره چیکار کنیم بچه؟ من یک پلنی گذاشتم برای خودم که اومدم اینجا چیکار کنم. من اصولا هر موقع که میرم سفر میکنم یا کاری انجام میدم عکس میگیرم. با من بیا اولین عکس رو با هم ثبت کنیم. الان نزدیک عیده، هوا چرا اینقدر سرده؟ برعکس همه چی دم عیده. توی هفت‌سین هم به راه دقیقه هفتم. اوه وای چه اتفاقی! یه مسافرت زیبای لاکچری جدا از اینکه به خریدهای ایرانی پسند نیاز داره، به سری محصولات خارجی لاکچری آقا دارم میدم. الان 1 تومن میرم خرج میکنم، اصلا ها 1 تومن نشم بیرون نمیام. من تصمیم گرفتم که برم سینما. حالا انشالله که باز بسته است. تو همون هی من داشتم توی کافه گیم می‌زدم و از سفارشم لذت می‌بردم. رفتم داخل و دیدم که بازه، ولی خب من اون موقع‌هایی که بلیت می‌گرفتم همیشه اون بیرون بلیت می‌گرفتم، برای همین فکر کردم که همچنان بیرونه، برای همین فکرم بسته است. رفتم تو و دیدم که آقا فیلمی که بخوام نگاه کنم نیست راستیتش و دوست ندارم پولو برای همچین چیزی خرج کنم. ناموسن من این همه خرج کردم 1 تومن نشد. باشیم دیدین چیا گرفتم؟ 3 تا مانستر، یه دونه جعبه کامل اورئو. اونجا به خاطر کپی رایت من نتونستم صحبت کنم. آقا ایتور میدونه در جریان هستن. لاکچری بازیه وا. دوستان عزیز ما به مقصد رسیدیم. سلام، وقت شما بخیر باشه. آقا من دم درم. باشه اومدم. مرسی خدا. تمام. سلام من رسیدم. چقدر کثیفه. بریم یه فضای زیبایی از این بیدار نشون بچه‌ها بدیم. همونطور که می‌بینید یک میز بیلیارد این وسط قرار داره. قرار همدیگه رو اینجا بخوریم. یک آشپزخونه نقره اینور داریم. خیلی با همون چیزی که می‌خواستی. آره دیگه، از این چیزا. بعد در یخچال که باز می‌کنیم هیچ نیست. می‌خوام به چی ما می‌خوایم همینجا همه اون چیزایی که ما گرفتیم رو میچینیم. این میز بچینیم. من که توی اتاق می‌خوام چون فضای بنفش داره. من بنفش میخوام. آبی، این آبی دوستان بنفش نیست. آبی کورنگی داره شو. توالت فرنگی نداره. الان توریست بخواد بیاد اینجا که نمیتونه، ولی خب کولر داره. ما اینجا میتونیم کلی با هم دیگه وقت بگذرونیم بچهای عزیز. ما اینجا میتونیم زندگی کنیم، ما اینجا میتونیم لذت ببریم، ما اینجا میتونیم تفریح کنیم. حتی اگه بیرون نتونیم تفریح کنیم ما اینجا میتونیم تفریح کنیم. ببین چی میگم؟ تلویزیون اون بالا میبینی؟ اون تلویزیون اون بالا میشه بهش PS5 بس کرد. خب حالا فکر می‌کنی وقتی چیه؟ لباسامون رو باید مطابق با مسافرت جمهوری عوض کنیم. ببین آقا دوتایی بریم پس توی اتاق. بیا اینجا. آقا اینجا همون جایی بود که داشتم بهتون میگفتم. همونجوری که میبینید یه خونه ساده است ولی کار در میاد. من خیلی دوست داشتم که از آپشن اینجا استفاده کنم بچه چون آپشن زیادی دمپونش خیسته. آپشن. بچه‌ها نمیدونید ما چی کار کردیم. ما زیبا کردیم. 10 نفر. دارم میگم ما اون چیزایی که باید داشته باشیم رو نداریم، ولی من یه شات خیلی خفن الان از میزی که درست کردیم بهتون نشون میدم. به اضافه یه باغ که قرار تکمیل بشه، الان زمستونه، اینا همه قراره در بیاد. پروژه استخر که الان در دست ساخته، ان شاءالله تابستون یا فکر کنم خرداد دیگه در دست است. شاید الان بگید که وای هامی اینجا چون مال داداشته داری تعریف میکنی. نه واقعا الان برید نگاه بکنید با 1 میلیون همچین پکیجی بهتون نمیدن.
اگه نمیدونی من امیرحسین وقتی بچه بودیم مثل خر میرفتیم بیلیارد بازی میکردیم، ولی خب حالا نشده بود که یک بیلیارد برای خودمون باشه، مگه نه؟ وای مفت باشه کوف باشه تا صبح بازی می‌کنیم. اینجا به درد کسایی مثل من میخوره که کلا 3 میلیون دارن میخوان بیان گیلان. هزینه سفر الان اخیراً دیگه خیلی زیاد شده. این 3 میلیونی که من برای کل مسافرتم هزینه کردم، هزینه یه شب اقامت تو خیلی از ویلاهای الانه. در کل اینجا اسمش خانه کاغذی، یه جای خیلی چیل آروم. صبح برای خودتون چایتون رو دم کنید و از طبیعت لذت ببرید. خوبیش اینه که تا منطقه آزاد یه رو فاصله داره، تا سمت رشت هم 20 دقیقه. هم تفریحات انزلی هم تفریحات رشت در دسترسم. از نظر صاحبش هم که دیگه من مطمئن بودم دیگه داداشمه. اگه دوست داشتین شما هم واسه تعطیلات باشین بیاین اینجا، لینک اجاره اینجا رو تو دیسکریپشن گذاشتم چون قیمتش واقعا خفنه. بگین هم از سمت من اومدین حسابی بهتون سرویس میدم. خلاصه چون اینجا شبیه 1 تومن بود، من تونستم خیلی از بودجه‌هامو نگه دارم و بتونم به خاطر ارزون بودن اینجا یه تفریح خفن برم. الانم دیگه تایم صبح و تو رشت بودم، نهارم اونجا خوردم، کافه رفتم، دیگه کارم با رشت تموم شد. یه ربع تا اینجا رانندگی کردم و یه ذره اینجا میخوام بشینم چیل کنم، تو این منظره بشینم نینتندو بازی کنم. شبم میخوام واسه تفریح برم انزلی آکواریوم. خدایی با این بودجه کی میتونست مثل من خوش بگذرونه؟ الان نصف کامنت ها میگن حامد تو کلا تو مسافرتش فقط داره بازی میکنه. آره چون من گیمرم، من یه گیمر خیلی خفنم. ساب ویلا آخه تو 2000 عقل تو کله تو نیست، اومدی اینجا شیشه گذاشتی که ما خودمون رو ببینیم، خب ولی گذاشتی ما سینه پهلو کردن خودمون رو ببینیم. ما از در حتما با خارج بشیم. تو اول برو، تو اول باش. یا قمر بنی بودو یخچال برامون چی گذاشتن؟ بابا امشب برنامه به راهه. ماجی ویو تختش رو ببین. ناموسا استخ آماده بشه اینجا خیلی خفن میشه. از اینجا راحت میریم بیرون و میری تو استخ، بعد میای تو دوباره اشغال میکنی. سلام. یه 2 تا عروسک هر کدوم که دوست داشتید به من میدید. هر کدوم، هر چی 50 تومن، 2 تا 50 به من. آره این خیلی خوشگله، همینو برم. نه بابا این چه حرفیه. بچه یکی از خفن‌ترین جاهایی که میتونیم بیایم برای تفریح آکواریوم. اولین بارمه که دارم میرم. خواهی جون این اینجا بمونه، تقدیم شما، یکی دیگه بیاد برداره. دست شما در نکنه. مراقب باشی. خداحافظ شما. من بودجه 100,000 تومان رو کشیدم، عروسکمو بر نداشتم. عروسکش خیلی خوشگل بود و تنها عروسکی که خیلی خوشگل بود همون بود. من اونو اونجا گذاشتم، من قرار بود برم تفریح کنم. گفتم اوکی من بساط یکی دیگه رو پر کنم. خیلی چیز شدم، یه رز اینجوری چشام بغض کرد، برای همین مجبور شدم دیگه حرکت رو بزنم. متاسفانه دیگه 100 تومن هم رفت اون و کلا 10 تومن بودجه دارم. تفریح منم شد همین. یکی از بهترین تجربه ها بود اون آکواریوم. صبح فقط مخصوص کودکان، منم کودکم. آقا نکن توی آکواریوم هم آرواره مگالودونه، بزرگترین کوسه تو کادر جا نمیشه باشی. چقدر ماهیاش خفنه. اینجا مثل که ماهیاش شیطون بودن تو گذاشتن. چقدر گندن اینا. تو چرا این شکلی؟ این ماهیه انگار از یه چیزی معترضه. بیا با من حرف بزن. باتریکو بده که اینجا پرندگان و خزندگانه. ماهی‌ها رو ببین. بچه‌ها توتی داره اینجا. من از این توتی‌ها رو فقط تو کارتونا دیدم. بچه‌ها که مار میترسن اینجا ویدیو رو میذارن جلو. یا خدا تیمساه. بچه‌ها اینجا شاپشونه، میتونید سوغاتی بگیرید. واقعا یکی از بهترین تجربه‌های زندگیم بود. عشق کردم. امروز هیچ وقت یادم نمیره. وقت خواب بریم بخوابیم. بعد 3 تا خواب میگه چون 2 نفره اینجا. من میترسم. گوشی زنگ بزن شما باعث نمیشه که من زنگ بزن. نترسم. تو مگه پسر دایی من نیستی؟ چرا؟ بیا پیش من بخواب. بیا پیش من بخواب. حتما بزن.
نه کاری ندارم. نه کاری ندارم. نه یه چیزی می‌خواستم دوست فیلم بگی سرش نکن. چی شده؟ که دارم فیلم میگیرم. نه من چرا؟ چه؟ لا بیا. نه بیا اوکی. نه بیا اوکی بیا. من خستم خوابم میاد. من الان نمیدونم دارم چیو میبینم، کجا هم هستم کجا نیستم. چشام داره نور میخوره، فلش زدم. من فقط میخوام بخوابم فردا صبحش برم. مطمئنم که با این بودجه بهترین سفر رو داشتم، ولی شما این که انتخاب میکنین کی بهتر بود. تو کامنت ها بگو سفر کی بهتر بود.